سلام برو خفن، چه خبر؟ جواد ایکسار هستم و خوش اومدید به چنل خودتون، یعنی جواد ایکسار. دوستان خوبید، خوشید؟ همونطور که از تامنیل خوندید میخوام بهتون یاد بدم چطور گاد به اسکین رایگان دریافت کنید. پس قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک و ساب و کامنت یادت نره. بدون برتری let's go. 2 hours later. خب دوستان اول از همه شما باید روی قسمت این کلا بذارید سر این بتل رویاله و اگر زدید سر این بتل رویاله همچین صحنه خودتون رو دیدید براتون باز میشه. این قسمت بالا رو دارید مشاهده میکنید که یه طرفش رنگتون رو زده، یه طرف دیگه تو اونور جعبه سیاه لژندری قرار داره. روی اون قسمت اگر کلیک کنید اون رنگ کلیک نکنید، اونوریشو کلیک کنید. توی ویدیو معلوم از کجا. اینجا 3 تا گزینه دارید، شاید براتون آشنا باشه، شاید نباشه، شاید مثلا میدونید چیه اما نمیدونید دریافتش کنید، ولی من اینجام که بهتون یاد بدم. دوستان گزینه اول اینجا خودش چند تا سیزنه که شما میتونید سکه ازشون دریافت کنید، یعنی 30 دریافت کنید که هیچ چیز دیگه نیست. من همشو دریافت کردم، این مهم نیست، اینو کار باش نداریم. این هر سیزن بهتون سکه رایگان میده. لا سیزن به اون مثلا ما سکه هاشو گرفتم. قسمت دوم اصلی ترین قسمت ماجراست که اگه از سرش کلیک کنید با همچین صفحه‌ای مواجه میشید. دوستان این میگه چی؟ این جعبه سیاه لژندری، جعبه سیاه لژندری که جدیده تو سیزن 2 اومده. واقعا نمیدونیم قرار جایزش چی باشه، نمیدونیم اصلا قرار لژندری باشه یا متیک، ولی اینو میدونیم که واقعا ارزششو داره. دوستان معمولیتاش چی هست؟ شما تنها کاری که با هر سیزن کنید بر رنگتون رو لجند کنید. هر سیزن شما رنگتون رو لجند کنید. یعنی چی؟ یعنی دوستان مثلا سیزن 1 رنگم رو لجند کردم، سیزن 2 بر رنگم رو لجند کنم، سیزن 3 سیزن 4 تا سیزن 6 شما بر رنگتون رو لجند کنید. این تا سیزن 6 ادامه داره، پس شما باید این 6 تا سیزن همش لجندری کنید. اما شاید بعضیا آقا یه سیزن نبودن، چی کار کنند؟ این 2 تا معمولیت پایینی رو اگر مشاهده کنید مال کسایی که مثلا 2 سیزن یا 3 سیزن یا اصلا هر 5 سیزن رو عقب افتادن و سیزن 6 رو بخواد پلی بدن. این میگه چی؟ میگه که رنگ این لژندری این باوت مچ اند بر این کارنت سیزن. یعنی چی دوستان؟ یعنی شما وقتی تونستید توی سیزن‌های قبل رنگ آپ کنید، توی این سیزن رنگ آپ کنید، چه بوتی باشه چه بتل رویال. قسمت دومش میگه رنگ رت رنگ، یعنی میگه داداش تو بر رنگ تو به 10,000 تا برسونی. یعنی چه به 10,000 تا برسونی؟ نگاه کنید اگر از این قسمت خارج بشم توی قسمت رنگ ها کلیک کنم، نگاه کنید رنگ منو زده چند؟ 8192. این پایینش هم زده رنگ 10,000 بیشترین رنگ، یعنی شما رنگ 10,000 رو بگیرید میتونید اون معمولیتش رو انجام بدید. خیلی هم ساده است، هر سیزن میشه این کارو کرد، کاری نداره. همه فکر می‌کنن رنگ لژندری کردن سخته. خودم براتون اتچمنت میذارم که بتونید مثل آب خوردن انیمه رو بر کنید. دوستان این قسمت دومشه و قسمت سوم هم مهمه. دوستان اگر شما وارد قسمت سوم بشید اول با همچین چیزی مواجه میشید. شما وقتی که رنگتون رو لژندری کردید همچین صفحه‌ای براتون باز میشه که شما مثلا میتونید یه سیزن رو انتخاب کنید. مثلا 2021 سیزن 4 و 5 فقط داره که میتونید استفاده کنید ازشون. مثلا این اسکین رو این گانو داره، این اسکین رو این گانو داره که من دانلودش دارم. مثلا سیزن 2022
301 302 303 304 305 و بس 2022 305 رو انتخاب کردم و 2023 فقط همین 301 رو داره که شما فرض مثلا آقا شما 2022 303 شده بودید، میخواید جوایزش رو داشته باشید، میذاری سرش وقتی که رنگ لجنده باشید میتونید جایزهای قبل رو دریافت کنید. الان چطور من از این رو دریافت کنید؟ من الان انتخاب کردم، من این رو انتخاب کردم و شما باید هر چقدر مثلا شما اگر رنگتون لجندری باشه یه دستو ببرید، فکر کنم 200 از این توکن بهتون میده و میتونید مثلا بخرید جوایزش. مثلا جوایزش هم آسونه بخرید، هرچی اومد مثلا بزنید. مثلا نگاه کنید الان نوشته 4 از 18، من گادو دارم میگیرم 4 از 18، یعنی من 18 تا از وسیله‌ای که این خودش میگیره رو بخرم تا بتونم این گادو بگیرم. خیلی هم راحت. استاد اینم از ضربه سیاه لژندری جدید سیزن 2. دمتون گرم که ویدیو دیدید. لایک و کامنت و فراموش نشه سابسکرایب کنید دیگه. تازه واردی به این جور چیزا کامنت انگلیسی هم بذارید. تا ویدیو بعدی پیس اوت.